امروز زندگی در تمدن غربی بر پایه طمع و حرص است، بر پایه آزمندی است. اصلا اساس زندگی در تمدن غربی حرص و طمعه. پایه همه ارزش‌های غربی امروز پوله. همه چی با پول سنجیده میشه. اخلاقیات، معنویات، همه چی با پول سنجیده میشه. معیارها اینه. غارت کشورهای ضعیف، ابتذال اخلاقی، به شدت ابتذال اخلاقی و هرج و مرج اخلاقی، مسئله همجنس گرایی و امثال اینها که دیگه واقعا شرم‌آور گفتنش هم آدم شرم میکنه از تکرار کردنش. هرج و مرج عجیب جنسی، اینا امروز در دنیا وجود داره. همون چیزایی که اون روز بود امروز هم همونها هست، منتها اون روز محدود بود، امروز گسترده است، سازماندهی شده است. خیلی از این جاهلیت امروز بنابراین هست. پس اگر کسی تمدن امروز رو، تمدن غربی امروز رو جاهلیت مدرن بخوانه، که خواندن، خیلی ها گفتن جاهلیت مدرن، حق داره. واقعا جاهلیت همون جاهلیت از منتها به شکل تجدید یافته و مدرن شده امروز در دنیا خودشو نشان میده.